مرسی. خب مبحث این جلسه امیده، همونطور که مستحضر هستید و توی این روزهایی که سرعت آمدن آدم ها به نسبت رفتنشون در زندگیمون خیلی بیشتر شده و توی این روزهایی که مردم درگیر بحران در واقع جنگ هستن و توی بحران روانی جنگ، همونطور که مستحضر هستید، امید تنها پل گذرگاه این دورانه و همینطور که بعد از بحران مهاجرت فقط یک واژه میتونه ما رو از اروپای ساندی و تنهایی درونیمون بکشونه به یک محفل دوستانه، به یک جمعی که توش امید معنای دیگری پیدا میکنه. ما اینجاییم که یه مقدار با امید و واژه امید بیشتر، بهتر، یه مقدار تخصصی تر آشنا بشیم. تو این روزها امید برای هر کسی یک تعریف داره، یک معنا داره، یک رفتاره، یک خلقه، یک خوه، یک شنیدنه. بیایم با هم دیگه بریم دنبال این معنای بگردیم که اصلا امید چیه. قبل از اینکه من تعریف رو از شما دوستان بپرسم، همونطور که می‌بینید یه گفتگوی دوستانه است راجع به امید می‌کنیم. بریم ببینیم امید چقدر میتونه مسری باشه، چقدر میتونه تغییر بکنه. مطالعات نشون داده که امید تا 30% قابلیت جابجایی داره. یعنی باید بدونیم که ما اگر با یه آدم کم امید یا ناامید همنشین باشیم تا 30% میتونه افکت بکنه روی ما. و در بهترین حالت ممکن 17% میتونه تأثیر مثبت روی افزایش امید ما داشته باشه. 17%، یعنی 30% قابلیت جابجایی مثبت یا منفی و 17% مثبت میتونه داشته باشه اگر من به یادم خوش امید بشینم. حالا اینکه امید یک احساسه یا یک در واقع مهارته رو راجبش صحبت میکنیم. بیاین اول از اینجا شروع کنیم. امید چیه؟ شما به چه چیزی میگید امید؟ یک تعریف درست جامع یا شخصی از امید داشته باشیم. کیا پرسشنامه رو پر کردن که توی گروه گذاشتم؟ من دیدمش ولی شماره پر کردم ولی الان نمیتونم با موبایلم جواب بدم. من نمیفهمم. فایل رو باز کردین یا متن رو خوندین؟ متن رو خوندم، فایل رو ندیدم. من تعریف انگلیسیشو میتونم بهت بگم. امید یعنی چی؟ امید یعنی چی؟ امید یعنی مثل این فیول هست برای اکشن. اوکی؟ یعنی مثل بنزین میمونه برای حرکت یه ماشین. باریکلا. برای اکشنش خیلی موافقم. شما؟ همیشه میگیم با امید زنده ایم. یعنی اینکه اگه هر کاری که میخوای بکنی داری فکر میکنی مثلا بخوای به او برسی باید چه کار کنی. یه جرقه میزنی، اون جرقه که تو ذهنت همون امیدیه که داری که مثلا به اونجا برسی. یه جورایی شرط حیات. شرط حیات. اوکی. ارزم. امید میتونه یعنی تقریبا 80% 90% استرابا رو کم کنه، استرسا، خیلی از وسواسایی که افراد دارن توی زندگی روزمره کم کنه. توی همین داستان به اصطلاح جنگی که پیش اومد، خیلی شاید دلیل خیلی از مشکلاتشون، خیلی افکتایی که داشتن این بود که امیدشون از دست داده بودن. ولی زمانی که امید میاد، انسان انگار مقاومتش میره بالا. یه حسی داره که انگار تمام این استرس ها، استرابا، مشکلاتی که میتونه افکت این داستان باشه، حتی PTSD کم میشه. برای همین میتونیم بگیم یه شاهراهی هست برای رسیدن به اینکه انسان بتونه تواناییشو بالا ببره از هر لحاظ. مرسی، عالی. همزمان که داریم راجع به امید و تعریفش فکر میکنیم، خواهشی که ازتون دارم یه بار فکر بکنید به اینکه کجا توی زندگی امید بیشترین و موثرترین نقش رو داشته. نمیگم که احتمالاً خاطره یا اتفاق خوشایندی یادتون بیاد، چون معمولاً ما وقتی خیلی درجه امیدمون فعال میشه که دقیقاً همون جایی که خیلی بهش نیاز داریم، خیلی در گذرگاه‌های تنگ زندگی هستیم و پست‌ناها. اوکی؟ اون تنگناها حال خوبی برامون ایجاد نمی‌کنه، ولی اگر می‌خوای تعریف درستی و نزدیکترین نسبت به تعریف شخصی خودت داشته باشی، یه گریزی به اون تنگنای زندگی خودت که امید وقتی مثلا یه عزیزی خیلی مریضه، تو هی امید داری که این خوب شه یا حالش بهتر شه،
اون باعث میشه که روحیت رو بیشتر بهتر کنه. آفرین یه جوری کمک میکنه که از گریفه، از اون سوگواری مقدار از اون خودتو قرار به سوگواری، اون قضیه نکنی. و میدونی شاید که هم ممکن 90% طرف بمیره ولی باز امید داری که این طرف خوب شه. آفرین مرسی. برای من امید دلیل انجام هر کاری. هر کاری که میخوام انجام بدم این دلیلی که داره معنی امیده. دلیل انجام هر کاری. مرسی. جالب بود. من دوست داشتم فکر میکنم یه نوع امیده. یعنی هر چیزی رو که فکر میکنم مثلا دوست داشتم مهاجرت کنم، خب امید فکر کنم همون امیده دیگه. به خودم هی میقبولوندم که میتونی، چون دوست داشتم. فکر کنم دوست داشتن نقش مهمی توی امید داشتنمه. آفرین مرسی. جالب بود. من خیلی جالبه، من به هر چی امید داشتم انجام نشده. به هر چی امید بستم ولی هر چیزی رو که گفتم که اگر قراره بشه میشه شده. یعنی پوش نکردم برای امید داشتن به یه سری چیزا. وقتی یه سری رو چیزی رو خیلی بهش پوش میکنم، امید دارم که این الان میشه، این اتفاق میفته، نمیشه. البته من معتقدم امید چیزی نیست که ما براش امیدوار باشیم. امید چیزی است که باید روش کار کنیم. همین که به انگلیسیش گفتم، تا موقعی که اکشنی پشت امید نباشه متاسفانه خب نه اون اکشنم، انگلیسی ها میگن wishful thinking. آره okay؟ اکشنم بوده ولی اکشنی بوده که به یعنی حتما نمیخوام بگم حتما اکشن باشه به حساب درست خواهد آره شد. ولی ممکنه اکشن ایناف نبوده یا اکشن درستی نبوده ولی باعث نشد که من ناامید بشم به یه کار دیگه نکنم، چون اصلا آدم مدلی نیستم. آره ولی جالب بود. اینم تعریف جالب بود. تایی؟ من به امید زیاد دیگه فکر نمی‌کنم. نسبت به هیچ چیزی دیگه امیدوار نیستم. هر چه پیش اومد. خوبه یا بده امیدوار بودن؟ برای من دیگه خوب نیست. الان یه جایی هم که شاید به ظاهر نه، به ظاهر خیلی اوکی، همه چی